سلام درود دوستان عزیز. امروز یک بحث جدید را مطرح میکنیم. امیدوارم که همه ما و شما به این گونه مسائلی که برای همه ما و شما، برای جمع ما و شما بسیار حیاتی هست دقت بکنیم. قبلش یک مثال میخوایم بزنیم. شما 3 ماهی رو در نظر بگیرید. یک ماهی که در یک شیشه، در یک سطل، در یک آکواریوم زندگی می کند. یک ماهی که در یک جوی آب زندگی می کند، در یک نهر زندگی می کند، و یک ماهی که در اقیانوس زندگی می کند. تفاوت این 3 در چیه؟ یک ماهی که در یک آکواریوم یا در یک مثلا سطل یا داخل یک آب بسیار محدود زندگی می کند، با توجه به شرایطی که دارد این ماهی در همون حد باقی می ماند. یعنی همیشه یک ماهی بسیار کوچک خواهد بود. یک ماهی که در یک آب شنا می کند چطوری هست؟ در یک نهر آب شنا می کند چطوری هست؟ این ماهی هم با توجه به موقعیتی که دارد ممکن است از ماهی که داخل آکواریوم هست، از ماهی که داخل مثلا یک شیشه هست، داخل یک سطل آب هست، بزرگتر باشد. اما با توجه به محیطی که هست، در جوی آبی که زندگی می کند، در کاریزی که هست، در نهر آبی که هست، خیلی نمیتواند یک ماهی بزرگ باشد. ولو خودش بخواهد، ولو شما توانایی و پتانسیل شخصی در فرد وجود داشته باشد، ولی این با توجه به محیطی که درش قرار دارد نمیتواند یک ماهی بزرگ باشد. قطعا تبدیل به یک ماهی اینقدری نخواهد شد. قطعا به یک نهنگ تبدیل نخواهد شد. اما یک ماهی که در اقیانوس و در دریای آزاد زندگی می کند چه؟ با توجه به فضایی که وجود دارد، با توجه به محیطی وجود دارد، با توجه به امکاناتی که وجود دارد، با توجه به محل مانور و شنایی که این ماهی در اقیانوس دارد، این قطعا تبدیل به یک نهنگ خواهد شد. پس شما حتی یک نهنگ را، یک ماهی که پتانسیل نهنگ شدن و بزرگ شدن را دارد، اگر در یک سطل آب قرار بدید، این قطعا بسیار کوچک خواهد ماند. قطعا اگر در یک نهر و یک جوی آب قرار بدید، این تا حدودی بزرگتر خواهد شد. اما اگر همین را در یک اقیانوس قرار بدید، خیلی بزرگ میشه. ما هزارها، به خصوص روشنفکران ما، به خصوص کسانی که حرف امروز برای گفتن دارد، دقیقا مثل همین ماهی ها هستیم. مردم ما به صورت کلی. کسانی که دوستان در افغانستان زندگی می کند دقیقا مثل ماهی است که در درون سطل آب زندگی می کند، در آکواریوم زندگی می کند. این آدم بسیاری از امکانات را ندارد. دختران ما فعلا حق تحصیل را ندارد. بسیاری از شرایط اقتصادی و بسیاری از شرایط اجتماعی برای بزرگ شدن این آدم فراهم نیست. کسانی که در کشورهای حالا مثل پاکستان یا ایران و امثال اینها زندگی می کند، مردم ما و شما دوستان عزیز، اینا هم محدودیت‌های خاص خودش را دارند، مشکلات خاص خودش را دارند. دقیقاً مثل همون ماهی هست که در یک نهر و در یک جوی آب شنا می کند. اینا ممکن است بعضی از امتیازات را داشته باشد، بعضی از اینها حق تحصیل و بالاخره امکانات رفتن به دانشگاه و اینها را داشته باشد، اما اینها با محدودیت‌های زیادی برای بزرگ شدن مواجه است. از جمله خود من وقتی در اینجا زندگی میکنم، من
تحصیل کردم، به هر حال در حد توانایی شخصی خودم به بسیاری از چیزها رسیدم، اما برای بزرگ شدن، برای نهنگ شدن، برای پرواز بلند من اینجا محدودیت دارم. به عنوان مثال من میتوانم اینجا کتاب بنویسم، من میتوانم اینجا مثلا بعضی از فعالیت‌های فرهنگی انجام بدهم، اما من نمیتوانم یک استاد برجسته دانشگاه باشم. من نمیتوانم در اینجا با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد یک تاجر بسیار بزرگ باشم، یک خبرنگار در سطح جهانی باشم، یک تحصیل کرده در سطح جهانی باشم. محدودیت دارم. نمونهش این بود که من مدتها به این نتیجه رسیده بودم که برای مردم ما و شما اگر بخوایم از این وضعیت نجات پیدا بکنیم، بهترین راه ورود به عرصه تجارت هست. برای همین گفتم خودم اول باید یک چیزایی از تجارت بدانم، در یک محیط تجاری قرار بگیرم تا بعد دیگران را تشویق بکنم. من 3 سال در یک شرکت تجاری مشغول مذاکرات تجاری بودم. بعد از آنی که یک سری چیزهایی را خودم عملا یاد گرفتم، شروع کردم به تشویق دیگران به تجارت. اما بعد از 3 سال چه اتفاق افتاد؟ یک روزی از اداره کار آمد، ما حدوداً 20 تا 30 نفر از کشورهای مختلف، عرب زبانها، ترک زبانها، اردو زبان و از کشوری مثل پاکستان، هند، حتی از سریلانکا، از کشورهای مختلف و زبانهای مختلف ما اونجا داشتیم فعالیت میکردیم. از اداره کار آمد 30 نفر حدوداً اتباع را بیرون کرد، چون ما مجوز کار در پشت میز یا در یک جای مهم را نداشتیم. همین سادگی. پس من اگر بخواهم بزرگ شوم، از همین حدی که هستم دیگر نمیتوانم در اینجا در این محیط بزرگ بشم. اما کسانی که در کشورهای غربی هستند، دوستان عزیز، در اروپا هستند، در استرالیا هستند، اینها دقیقاً همون ماهی هست که در اقیانوس آزاد زندگی میکنند. اینها زمینه برای بزرگ شدن دارند. بچه های اینها زمینه برای بزرگ شدن دارد، برای ماهی بزرگ شدن دارد، برای نهنگ شدن دارد. پس اگر اینها از این محیط استفاده نکند، اگر اینها نتواند تبدیل به نهنگ های بزرگ بشود، دقیقاً تقصیر از خودشان هست. لذا هست که دوستانی که در این کشورها زندگی میکند مسئولیت بسیار سنگینی دارد. من توصیه‌ای که به این عزیزان دارم این هست که فیسبوک چلوان کی بودن، یوتیوبر نمیدونم بودن و امثال اینها که از صبح تا شب بیایید در فیسبوک سر و کله بزنید، به قول خودتان روشنگری بکنید، به قول خودتان مردم رو راهنمایی بکنید، اینها دون شأن شماست. اینها رو بگذارید به من، بگذارید به شیخ رفیقم، بگذارید به آدم هایی که در عرض کردم در داخل سطل آب هستند یا حداقل در جوی آب هستند. شما برای این کارا وقت ندارید. شما باید برای نهنگ شدن تلاش بکنید. پس توصیه من به شما این هست دوستان عزیز، وقتی اونجا رفتید بیایید از این ظرفیت‌ها استفاده بکنید. بیایید نسل جدیدی تربیت بکنید در سطح جهانی باشد. بیایید از صبح تا شب وقتتان رو در فیسبوک و روشنگری و روشنفکری و فحش دادن به این آن مصرف نکنید. شما در شرایط هستید که می توانید نیروی انسانی تربیت بکنید که این نیروی انسانی در عرصه های مختلف حرف برای گفتن داشته باشد. شما می توانید یک ژورنالیست در حد جهانی تربیت بکنید که حرف برای گفتن داشته باشه. اما من نمی توانم. اولادهای من نمی تواند یک همچی فردی باشد، چون محیط به من اجازه نمی دهد. نه این که من توانایی و استعداد یا
اولادای من توانایی و استعداد نداشته باشند. همچنین کسانی که مثل من هست که یا در جوی آب هستیم یا داخل یک سطل آب هستیم. شما می توانید دانشمندان تربیت بکنید در آن کشورها در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته باشند. وقتی یک اندیشمند، یک استاد دانشگاه، یک متخصص، یک متفکر در اون کشورها یک مقاله می نویسد در یک نشریه بین المللی، در یک ژورنال بین المللی، یه آدم به اندازه 100,000 فیسبوک چلوانکی و یوتیوبر و امثال اینها ممکنه تاثیرگذار باشه. یک کتاب می نویسد ممکنه به اندازه 1,000,000 آدم هایی که از صبح تا شب در فیسبوک مشغول هستن تاثیرگذار باشه. شما بیایید نسل بعدیتان را، اونا رو بعداً با جزئیات بیشتر با هم صحبت می‌کنیم، بیایید نسل بعدیتان را بفرستید در ارتش‌های کشورهایی که درش هستید، در پلیس کشورهایی که درش هستید، چون این نهاد معتبرترین نهاد در سطح جهان هست. شما اگر 5 نفر در این نهادها داشته باشید، بیشتر از 1,000,000 فیسبوک چلوانکی هست که از صبح تا شب فقط در فیسبوک حرف میزند و حرفش رو همه آدم‌های مثل من و امثال من فقط میشنوند. شما بیایید در عرصه تجارت وارد بشوید. اساس کار در دنیای امروز دست کسانی است که یا علم داشته باشد یا دانش داشته باشد. ما در جوی آب، علم ما هم به اندازه همون جوی آب هست. ما اگر در سطح آب هستیم، توانایی ما هم در همون سطح آب هست. اما شما که در اقیانوس هستید، اگر 5 تا نهنگ در سراسر دنیا، یعنی در سراسر این اقیانوس شما تربیت بکنید و به وجود بیاورید، مردم ما و شما را کافی است. 5 تا نهنگ در هر عرصه، نه ماهی ریزی که داخل سطل زندگی میکنه، 5 تا نهنگ. این 5 تا نهنگ در عرصه اقتصادی دنیا فعال باشد، در تجارت فعال باشد. این 5 تا نهنگ میتواند در عرصه علم و دانش و دانشگاه حرف برای گفتن داشته باشد و همچنین در عرصه های که مهمه، تأثیرگذار هست، مثل اردو، مثل پلیس. حتی اگر در اونجاها یک آدمای معمولی هم داشته باشید، اینا برای مردم ما و شما تأثیرگذاره. لذاست دوست عزیز، اصلا لازم نیست که تو بیایی از صبح تا شب به این اون فوش بدی. وظیفه تویی که در اونجا هستی واقعا ملازدایی از جامعه نیست. وظیفه تو واقعا درست کردن انحرافات اجتماعی از طریق فیسبوک و امثال اینها نیست. وظیفه تو این است که یا خودت تبدیل به نهنگ بشی چون اون فضا رو داری، یا نسل تربیت بکنی که اونها تبدیل بشن به نهنگ. پس بیایید دوستان عزیز، دست به دست هم بدیم، از اون فضایی که درش قرار داریم، از اون اقیانوسی که درش قرار داریم استفاده بکنیم و در عرصه های مختلف نهنگ پرورش بدیم. از این خرده ماهی ها، از این میلیاردها ماهی که در داخل حالا جاهای بسیار محدود زندگی می کند کاری ساخته نیست. ما هم امروز دقیقاً میلیون ها ماهی هستیم که یا داخل سطل هستیم در داخل کشور یا داخل جوی آب هستیم در کشورهای همسایه. اما هیچ کدام ما اون محیط تبدیل شدن به نهنگ را نداریم، اما شماها دارید. پس وظیفه شما بسیار سنگین تر از من و امثال من هست در اینجا زندگی میکنید. بیا یا خودت یا نسل بعدی را تبدیل به نهنگ کن. این وظیفه شماست، نه فیسبوک چلوانکی بودن. خدا نگهدار.